محمد اقبال همه یه شهروند تاجیکستان. من همین چیزایی را گوش کردم و چیزایی که خواندم همین چیزا را دیدم. خودت قطعا ملا عبدالرحیم کلابی دشمنی داری، دشمنی تا مردانه ور که دروغ نگو، خلق در فتنه ندوز، دروغ نگو، برای که من یه شهروندم، وجدانم نه ایمانم نه برداشت که دروغایی تر که من چیزی را که میدونم ممکن من ایت همه چی تا بدونم کی چی اگه جای چی خیلی همه شهروند، من یه شهروندم که من هم چیزایی که میبینم اینترس میکنم که چی گپای برای چی دشمنی میکنه. دروغ نگو، راست گپ زن. اینجا رفت ایرپورت رفت گرفتنش، این گپا همش وقت گرفتنت دیگه جواب نمیتن، برای یگون گناهگار باشی با میبرن با جواب. این گپا همش گپ رفته اومده 6 سال اخیر هر روز شما میدونم که همه خانم هم پیش ایرپورت بفرد، من نشون میدم یگون چی نیست، من میبینم هر روز گذرم هموتای، من میبینم من اونجا کار دارم، مغازین دارم، دکان دارم، مقصد میفهمم این چیزا رو کی میره کی میره. من یک شهروند میبینم آدمی که همه توجیهشون یارو میشنه خودتون میدونن یا نمیدونن، شما دشمنی میکنه حلال دشمنی چی در کار دروغ میگن هیچ جور رفتن نمیتونه. ما میدونیم همه جا شما میدون 6 سال اخیر چند بار رفت خیتا، ژاپن، گرمانیا، ما فهمیدم ما پرسون میکنم این شهروند اینترس میگه کی جو رفته چیکار میکنه گیجو میپره برای چی همه چیزا چنین خودم میفهم. برای دروغای خودت که میبینم که گفتین یا ممکن نیست معنیش کردگیان با فرزنداش میرا خبر میگیرم یا مقصدی گپای تنسا بسیار گپای بهتان دروغای، برای که ای خدا کم تربیت من دشمنی قطعا ملا عبدالرحیم کلابی دشمنی میکنی حلال دشمنی. دروغ نگو، دروغ چی در کاره، دروغ خودش میبره الکیز به $1 فجور الفجور یهدی الی النار. خودتون میدونم که خودتون مسلمان میگین دروغ میگین، آدم پیغمبر خدا گفت دروغگو دروغ میگه امت ما گناه میکنه ها گناه میکنه، همه زنا میکنه ها لوبوی کاری که اصل ما اولش نگاه بیسم همه این کارا میکنه. نگه دروغ میگه امت ما دروغ نمیگه، تو دروغ میگی خدا امت محمد صلی الله علیه و سلم میگه دروغ نگو. خلق شما را گوش میگیره چی در کو دروغ فید نمیگه بزنین.